به ویدیو جدید. 6 ماه نبود، 6 ماه. یه لحظه 6 ماه نبود است. 6 ماه. خب 6 ماه نبودم. خیلی اتفاقات بدی افتاد. بد جنگ شد تا جنگ 12 روزه. فقط من یه ویدیو کوتاه مسخره چرت و پرت گذاشتم و چاق شدم. خب چاق شدم. جنگ شد، دی شد. خیلی ها تو جنگ تو دی از دست رفتن. متاسفانه تسلیت میگم به همه خانواده هایی که بچه هاشون از دست دادن و بچه هایی که خانواده هاشون از دست دادن. دیگه اومدم ویدیو رو بگیرم که بگم اولین ویدیو بلند من بعد جنگ دیما. با حمایتاتون بترکونین. قرار ویدیو خیلی خبرده عقب دوربین میخوام بخرم، فلان کنم، بزار کنم، میکروفون بذارم، پایه بگیرم، نمیدونم صدا بکنم، 1000 تا کار میخوام بکنم. ایده های تو ذهنم باید انجام بدم. لطفا حمایتتون رو ببرین بالا، لایک بکنید، ساب بکنید، برید تو بخش کامنت منو بزنید، روی دکمه هایپ بزنید. اونجوری خیلی کمک میکنه باعث میشه ویدیوامو بیشتر کسی که آدما ببینن. اینو فکر کنم همه یوتیوبرها گفتن. خواهش میکنم این کار انجام بدید. انجام بدید دیگه. خیلی الان برگشتن. احمد رکسا، علی گریزی، آریا کیوکسر، بوتک، حساب همه یوتیوبرها برگشتن. یوتیوب 6 ماه دیگه فرصت میخواد تا برگرده به حالت عادی. یوتیوب در حسابا رو میرزونه، لایک ها رو میرزونه، بازدیدار رو میرزونه. شما ایرانی ما 6 ماه فعالیت نکردیم، کانال بعضی کانال رو داره حذف میکنه. این شد درد سرم. چقدر من حالا میپرسیم من چرا میپرم اینقدر. پام شکسته. گفتم همین اتفاقات خیلی بدی افتاد. لطفا از هر یوتیوبری که حالا دوستشون دارین، نه من نه خیلی یوتیوبر فارسی هست تو ایران، کلی یوتیوبر هست، حمایت بکنید رو خود خواهشن تا بتونم برگردم با حالت قبلی و راحت‌تر ویدیو گرمتر و عجیب‌تر و خفن‌تر براتون بذارم. یه لحظه ماشین داشت میرفت کپی رایت به خدا هنگ. بله واسه حالا من این ویدیو خوب میذارم. یه دقیقه. حالا من نه خیلی ویدیوهای دیگه که دوستشون نمیدونم باید یادم بزنم که دایی گرونتر بگیرن. نه آره هوا چقدر خوب شده، هوا چقدر بد شده، پسی چقدر زیاد شده. من چاق شدم، قد در آوردم، سیکم در آوردم. خونمون رو عوض کردیم، وسایل خفن‌تر گرفتم. خواستم بهت بگم حمایت کنید، حتما ویدیو خفن‌تر و بیشتر گرونتر و بالتر میذارم. حمایت کنید. بای بای. نه بای بای چیه؟ واسه کار دارم. همین به بعد ادیتای خیلی خفنی رو که فهمون میزنم. 1 2 3 4 بای بای.